معنوی ما بخشیده به روزی 8 مارس و عید مادران را گشوده اعلام می‌نماییم. چشم چراغ زندگی مادر است، سرچشمه آزادگی مادر است، تصویر عشق عاشقی مادر است، نقشی بلند جاودان. محترم مادران و دختران عزیز دلاره ما، به شما عید بین الخلقی که زمان که همه ساله سنه 8 مارس جشن گرفته می شود مبارک گفته برایتان سلامتی بردوام، عمری دراز و برکت از پروردگار عالم خواهانم بگذار تا عیدهای دیگر خوشحال و خوشبخت باشه و با جگربندان خود در آبادی باشیم. عیدتان مبارک مادران گرامی. محترم مادران دختران عزیز دلارای ما، به شما عید بین الخلقی زنان که همه ساله سنه 8 مارس جشن گرفته می شود مبارک گفته برایتان سلامتی عمری دراز پربرکت از پروردگار خدای عالم خواهانم بگذار تا عیدهای دیگر خوشحال و خوشبخت باشد و با جگربندان خود در آبادی عائله و وطن خود فعال بماند. سلام از جانب ما جمله یاران را سلام، هر کی ما را دوست دارد دوستداران را سلام. آفرین. اجرا میکند شعر در احمد جون. امروز در کشور ما روز 8 مارس عید مادران بخشیده به این سنه ما داریم چاره‌بینی. به گوش آمد صدایی 8 مارس، جهان دارد نوایی 8 مارس، سرآغازی همه جشنی بهاری، هوایی پرجرایی 8 مارس. مادری من ای مهربانم، نام خشم تو وی زبانم، مهر تو دائم در جسم و جانم. عیدت مبارک عیدت مبارک، من در بر تو آزاده هستم، مهر دل خود بر تو بستم، فرزند دلبر مهر تو هستم. عیدت مبارک عیدت مبارک. بود زیبا خط من به مادر، برابر کیست در دنیا به مادر. عزیزان قدر مادر را بدانید، نباشد هیچ کس کمتر به مادر. بچه‌های عزیز، کدام خصوصیت‌های مادر را شما می‌دونید؟ کی احمد؟ مهربان است. آفرین. باز دوم دست بالا میکنیم، کسی فعال باشد انا همون فریدون. اینجا نیست اسم میگم. مادر غمخوار است. مادر غمخوار است. کسی فعال باشد انا همون می نویسد. عزت الله می نویسد. تایید میشه نه؟ خیلی مشکل است.
آفرین. مادر دلسوز است. آفرین. فقط فعال باشین تست بنویسین. بعد عزت الله کامیار آماده میشین. مادر چگونه است؟ مادر مقدس است. آفرین. فعال میشیم. احترام. صفی آواز آماده می اول میگیم که مادر چگونه است؟ مادر مهربان است. آفرین. 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 زیاد خوانندگان عزیز، اینا شعر در وصف مادر تلاوت میکند احمد جان، کامیار، امیر جان، عوضزاده و مدینه. مادر فرشته بود، بال و پر نداشت، شاید که داشت اما خبر نداشت، یا داشت آگهی زی پر و بال و خویش، لیک میل جدا شدن زی من و از پدر خبر نداشت. آفرین. کامیار جان چگونه بفرمایید. در بهاران که مادر می شود، دیده و دلها منور می شود، حسنی نو تکراری فصلی نوبهار با نگاه زن برابر می شود. آفرین. زیاد نه امیر جان. باید تو محبت وفایت، با حرمت شیر جان فزایت، تکرار نمایم از برایت، صد بار دیگر سلام مادر. آفرین. تشکر زیاد. عوضزاده. ای مادر جان، در رویت چه نرخوندی در مبارک در مبارک. آفرین. تشکر زیاد. مدینه. پیوسته باشی تو بسری ما، ای مادری جان باز فری ما، ایدت مبارک ایدت مبارک. آفرین مدینه جان. تشکر زیاد. اینا توانه در وصف مادر اجرا میکند هدایت کنند. مادر ای بهشتی آرزوهایم، مادر ای امیدی امروز و فردایم، مادر جان تو چشمه سیرابی که لب تشنه‌اش ما را آب می بخشی، تو آفتابی درخشانی که به حیات ما گرمی می بخشی، تو بهاری فیض باری و ما گلهای دامانی توییم. مادر جان بمیرم بر آن دستانی نازکت. آفرین هدایتگانان. اینا شعر در وصف مادر اجرا میکند، قرائت میکنند خوانندگان فریدون، سمیه، امید جان، ابراهیم و عزت الله. مرحمت. پیستان به دهان گرفتن آموخت، شبها بر گوهر ایمن بیدار نشست و خفتن آموخت، یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و خفتن آموخت، دستم گرفت و پا به پا برد تا شیوه را رفتن آموخت، پس هستی من زی هستی اوست تا هستم و هست دارمش دوست. یا مادر مداعی من تو بودی، گلی اول بهاری من تو بودی، نکوشد چشمه شیر و سرودن، سپس سر چشمه داری من تو بودی. آفرین. با وفا و صادقی ما کیست مادر است و مادر است نور شمی تاقی،
کیش مادر است و مادر است و در است. آفرین امید جان، شکل زیادی داری. ای مادر مهربان و دیوان، من از تو هزار را خواستم، حیات آتش مهربان بپزد اندر دل هر کدام مادر. آفرین، تشکر زیادی ابراهیم جان. عزتون از توی دست مادر باش فرزند که مادر بحری تو دائما بال و پر است. دوایی درد مادر باش فرزند برایت دائما تو سر است. آفرین. آفرین دوستی من. نه رقص دختران سینی ما جلوه کنان رقص میکنند و جلوه زیبای خود به مهر به مادر کنند. رقص دختران ما به نوای مادر. چون مادری زیبایم زیبا وطن دارم، چون روی گل افشانش با او چمن دارم، چون روی گل افشانش با او چمن دارم. چون آبی تو ماهی تو مهن دلی و پاک است، اینجا وطنی عشق است، آب و گلی و پاک است. تاجی شرفی بهم تاجی سری ما باشد، فیض و فرحی بهم فیضی دری ما باشد. چون مادری زیبایم زیبا وطن دارم، چون روی گل افشانش با او چمن دارم، چون روی گل افشانش با او چمن دارم. تشکر زیاد بود دختران عزیز. نقشه خونی در وصف مادر تلاوت میکند عمر جان، کامل زاده، صفیه ربانی و ادریس. راحت و آرام ما، پختگری خام ما، خوشدهی با نام ما، مادر جانم مادر جان. آفرین عمر جان، تشکر زیاد، کامل زاده. مادر است چشم و چراغی زندگی، مادر است سرچشمه آزادگی، مادر است تصویر عشق و عاشقی، مادر است یک عالم از محبت. آفرین کامل زاده. قوت با حتیمی من به مادر، برابر کیست در دنیا با مادر. عزیزان قدری مادر را بدانید، نباشد هیچ کس همتا و مادر. آفرین صفیه بانو. تشکر صفیه بانو. تشکر زیاد یک ربانی. مادر تو بهشت جاودانی مادر، خورشید بلندی آسمانی مادر، در چشم تو نور زندگانی جاری، سرچشمه ای مهر بیکرانی مادر. ایدی سعید بارون آغازی خنده گل با گریه ای بارون، تبریک و آرزویم در جشن تو همین است، پاینده باش تو کوتاه چون آبشاران. آفرین ادریس جان. تشکر زیاد دوستی ما. نماید نقش آفرین این زمان دوستی ما، نقشی دوستی خود را ما نماییم تماشا. صحنه‌چه در وصلی خوانندگانی که به مادر یا مسلم نماییم نقش آفرین این زمان دوستی ما، نقشی دوستی خود را ما نماییم تماشا. صحنه‌چه در وصف یک خواننده به مادر کمک میکند، یکی نمیکند. مرحمت خواننده که سلام مادر جان. سلام پسر جان. از مکتب آمدی؟ بله من آفرین پسر جان آفرین. من شکم علیش کنم.
کارهای شما یاغی میکنم. مالک پسرم. یادم نمیکنم. مادر تو اگه برکن هست؟ بله پسرکم. استاز یاده؟ مالک. من پسرکم. من خیلی حقوقتون رو میخورم. همین رو خود باز تیار میکنم. آره حقوقی با مادر یاده. مالش. دیگر خوراک خواست. مادر ما بازی کنی رو مهربان. این پسرم به کارهای من یاردم ده. من خودم از مکتب اومدم خسته شدم. این بازی کنم استراحت کنم. مالش پسرم. خواننده بود بس خانانی مادران همسایه در خانه بله همسایه جانگیر که همسایه شما در اینجا من در آنجا به کارهای من یادم کشتم و چه وقت پسر من از مکتب آمد شکمش را سر کرد رفت بازی کنی نه پسر من از مکتب آمد به کارهای من یادم کرد و چه وقت خواننده سخن مادر ما گوش کرد و نزد جوره خود رفت. سلام جوره جان. سلام جوره. چیکار کردی؟ بازی کردستم. اگر دارم بازی کردستم. با کارهای مادر را یادتم ندی. من خودم از مکتب اومدم خسته شدم. باید با کارهای مادر را یادتی بعد بهای پرد بگیرم. من لحظه ما از مادر را بخشش پرسم. رفت سخنی جوره چو گیری نزد مادر. مادر ما رو بخشه من شما را یادم میکنم. من مثل میدونم بهای پرد نگیرم. آفرین پسرکم آفرین تو بچه خوب شده ای. فرزندان باید در کارهای مادر ما یاردم کنه که آنها خسته نشوند. آفرین تشکری زیاد. این صحنه‌ای که خوانندگان ما یکی به مادر خود در خانه یاردم می‌کند یکی نمی‌کند. نقش خانی در وصف مادر اجرا می‌کند عبدالجان، یاسمینا، مرادزاده مریم، آلیا و فیض‌زاده. با همان دست شمانی دراز چشم شما کرده و از خواب بیدار الله گویان طفل را خوابانده ای تا سحر گهواره اش جنبانده ای. الف حالش یک و کارش یک گفتار و رفتارش یک در صنف یک میخوانم الف را میدانم لا 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 الف را میدانم و گفتی مادر جانم مادر مهربانم دائما خوب و اعلی خوانم وظیفه ایمو در صنف یک میخوانم الف را میدانم لا 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 الف را میدانم. آفرین تشکر زیاد مرادزاده. با نور رویت نوروز ما توی در روی عالم دلسوز ما توی ای در مبارک در مبارک. آفرین اولیابانی تشکر. بمیرم در قدم پایی تو مادر ببوسم با حوث پایی تو مادر بخواهم در برم پایت باشی نگیرد هیچ کس جایی تو مادر. سلام عزیز نقش خانی در وصف مادر پیشنهاد میکنم زکریا جان، غلامزاده مریم، شهرام و علی جان. سرشتی من میخوادی من تو بودی صفایی بام دادی من تو بودی حیا مادر به آسان به سوادی نخوشی استادی من تو بودی. آفرین زکریا جان تشکر. توی کلال بادر و شیر تو احترام بادر هر ساعت و سو پوشا بادر از جاد و دیلت سلام بادر. مریم جان
شهرام رنگ کشیده رو جنس شهرام تو رنگ کشیده روز شبا بوسیده مرا به شکل لبا با من بودی با طلبا خودینه من مدام مادر آفرین شهرام تشکر زیاد علی جان مرحمت سحر که خیزان مادرم که سوی آبی جو خورد مادرم که گل به دستی من داد مادرم مرا که گفت خوابین مادرم که به من جان و دل مادرم تو مانندی زمینی تنهای مادر تو مانندی زمینی یکتای مادر آفرین تشکر زیاد خوانندگان عزیز بچه ها رو به صحنه آنها رو شب پذیرا یک سرودی بهترین پیشنهاد کند بر ما اینک خواهی عمومی درباره مادر در این دنیا مادر جانکم در بیت تنها مادر جانکم همیشه جهان هستی بگیر آغوشم تو وقتی من زیبا مادر جانکم مادر همیشه من در کنارم مادر دیگر آرزویی ندارم مادر آی مملکت از شادی بود گناهم بود جانم مادر همیشه من در کنارم مادر دیگر آرزویی ندارم مادر آی مملکت از شادی بود گناهم بود مرا کند نگاهی وقت اما میبخشی برای من تو شادی جهان میبخشی حیاتم از تو هدیه شد خدا میگوید سلامت تنگی تو را میجوید مادر همیشه من در کنارم مادر دیگر آرزویی ندارم مادر آی مملکت از شادی بود بزرگتران باید به صحنه آنها را شب پذیرا یک الله بهترین پیشنهاد کند بر ما مرحمت خواجه قصدیانی من امیدی هم ارمانی من یک پاره از جانی من پیوندی جانم الله کن پیوندی جانم الله کن در آغوش من اب زبانم الله یا بگون چه دهانم الله یا اب قراری آچه جان شب زنده داری آچه جان اب قراری آچه جان شب زنده داری آچه جان در این زبردی زندگی وقت و برای آچرا ای پهلوانم الله یا شعری جیانم الله یا ای پهلوانم الله یا شعری جیانم الله یا نکروزی جانم الله یا شاد روزی جانم الله یا بخت روزی جانم الله کن فیروز جانم الله کن شیریانی من امیدی هم ارانی من یک پاره از جان
بخت و برای آسجان خوانندگان عزیز، اینک سخنهای جنبستی اجرا میکند ابراهیم جان، سکیه و فریدون. ابراهیم روزی مبارک وقت اقبال باد مبارک. آفرین. مرحمت. نمانم چشم تا دریای دل هست، نمیرم تا مرا دنیای دل هست، نباشم هیچگه تنها به عالم، مرا مادر چون یک تای دل هست. تشکر زیاد خوانندگان عزیز. آفرین. گرمی هم نه، روز نیکو شادی هم نه. آفرین. تشکر زیاد. حاضرین گرامی دائم باشد سلامت، بهر شما بخواهم وقت نکو سعادت. آفرین. تشکر زیاد اون دخترانی دوستریکانی من. اینا ما درس نمونوی خود را به انجام میبخشیم. سخن نوبتی را به مهمانان میگیریم. مرحمت. بیشتر به درس اشتراک کردیم. دوی ما معلم ها خودرسان بودیم موضوع که معلم ها از خوری تعلیم تربیت مخابر هستند و در جریان تعلیم ها بیشتر میکنند. البته فرزندشون آنجا تحصیل میکنم، ما با سرزون وای میکنم بیشتر هم جمع موضوع را به شما میرسونیم. معلم عزیز که برای کودکان دوستریک ساعت تربیت زبانده و همه آسان نیست درس دادن تشکیل کردن کار با رحمت کامل برای شما. شما نزدیک شدید نمونوی عزیز بیشتری که به همه معلوم است امروز بخشیده به روز مادر در تمام جمهوری تاجیکستان چهاربینی ها گذشته ایستاده است و ما شاهد آن گشتیم که امروز دوستریکان ما خوانندگان صنفی یک ای لیسه ناگهی بخش با همه چهاربینی پورا آماده بودند. در این چهاربینی محنت معلمه به نهایت زیاد بود. مینداری خویش را به معلمه عزیز میرسانیم و از فرصت مناسب استفاده بوده تمام بانوان و مادران عزیز را به این عید 8 ماه روز مادر فصل بهار تبریک و تهنیت گفته و دوستریکان خوانش خوب و اعلی تمنا دارم. نمونوی ما به انجام رسید. باز بار دیگر همه شما مادران عزیز دختران زیبای شما به عیدتان تبریک گفته به همه شما سلامتی خواهانم. خوش آمدید.